سفارت امریکا در تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که این سفارت با خرج $745,000 برای عمان یک واحد ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مرکز تعلیمی نو ساخته است. بنا به اطلاع دریافتی این مرکز در دره رومیت بنا شده است. اخیراً سفیر امریکا در دوشنبه جان مارک پامیرشایم و معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گنرال مایور میلیسیا رحمانزاده سیدنقش حکیم در مراسم سپاریدن این مرکز تعلیمی اشتراک کردند. مرکز تعلیمی عمان از بنای دو-آشانه عبارت است که اتاقها، صنفخانه‌ها و منزل‌های موقتی را در بر می‌گیرد. لایحه مرکز تعلیمی برای عمان از جانب برنامه فرماندهی مرکز ایالات متحده آمریکا اوید به مبارزه با مواد مخدر مبلغ گذاری شده توسط بخش همکاری‌های نظامی سفارت ایالات متحده آمریکا عمل کرده شد. از سال 2007 تا به این جانب در چارچوب برنامه مبارزه با مواد مخدر از طرف امریکا به تاجیکستان بیش از $155 میلیون کمک ارائه شده است که آن واسطه نقلیات، تجهیزات و بازسازی یا بنیاد پاسگاه‌های سرشمار مرزی را در بر می‌گیرد. قبلا از این 30 ایول سال 2021 برنامه فرماندهی مرکز ایالات متحده آمریکا اوید به مبارزه با مواد مخدر تعمیر پاسگاه سرحدی تخت سنگین را به مبلغ $570,000 انجام داد. در پاسگاه مرزی در قد ولایت قتلان نیز با کمک مالیوی امریکا یک برنامه بازسازی آغاز شده است که در دوام یک سال انجام خواهد یافت. امریکا یکی از بزرگترین کمک رسانه‌های تاجیکستان به شمار رفته. طی 30 سال به این کشور سابق شوروی آسیای مرکزی به مبلغ بیش از $1 میلیارد و $800 میلیون کمک‌های بلاعوض رسانیده است.